به خاطر داریم که چند سال پیش، یعنی از تقریبا میشه گفت 2007 به بعد، شدیداً سیاست راهگشا و در عین حال مصالحه با کردها در ترکیه به عنوان هدف اصلی سیاست داخلی دولت اردوغان بود که در حقیقت مذاکرات انجام گرفته در کشور نروژ و یا مذاکرات مخفیانه‌ای که حالا به اصطلاح اونها فاش شده در سرای دلمباخچه انجام شده بود، سعی بر این بود که به نحوی مسئله کردها حل بشه و کردها سلاح‌ها رو بر زمین بذارن و دولت هم امکاناتی رو برای اونها در مورد ابراز وجود و موجودیت سیاسی در ساختار سیاسی کشور به رسمیت بشناسونه و امکاناتی رو قائل بشه. که حتی در راستای این خاطرمون هست که گروه‌های موسیقی و شخصیت‌های هنری و سیاسی که قبل از اون به عنوان فراری از کشور ترکیه بودند، در شمال عراق زندگی می‌کردند، در فرانسه زندگی می‌کردند، با شور و شوق در شهر دیاربکر حضور یافتند و در حقیقت یک نقطه عطفی بود هم برای سیاست داخلی ترکیه و هم میتونست برای کشورهای همجوار ترکیه که از اتنیک در حقیقت کردی برخوردار بودن یه مدل راهگشا در نظر گرفته بشه. منتها دلایلی که بعداً سبب شد که رویکرد ترکیه عوض بشه، همونطوری که دوست عزیزمون فرمودند، نتیجه انتخابات بود. یعنی نتیجه انتخابات به طور کلی حزب عدالت توسعه و در رأس اون اردوغان رو خیلی نگران کرد. یعنی اونا اصلا تصور نمی‌کردن که کردها با پلتفرم جدیدی که در دست دارند بتونن از مرز اون 10% انتخابات رد بشن و بتونن به صورت یک تشکیلات سیاسی منسجم و در عین حال صرف کردی نه سایر احزاب و کنشگران داخل ترکیه رو از جمله هم جنسگرایان، چپی‌ها و سایر نهادها رو هم به خودشون جلب کنن. این نگرانی باعث شد که یه راه حلی رو پیدا بکنن. دومین عاملی که باعث شد که تغییر رویکرد بده دولت اردوغان، در واقع میشه گفت شکست در برابر احزاب مخالف، اپوزیسیون مخالف داخل ترکیه بود. این رو باید در نظر بگیریم که دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه یه حزب معمولی نیست، یه حزب پروژه‌ای است، بر اساس یه پروژه بر روی کار اومده. هدفش این است که بیاد دولت نوعثمانی رو ترتیب بده، تشکیل بده و بر اساس این بزرگترین رکن اساسی این دولت تشکیل دولت اسلام ترک است. یعنی هم جنبه ملیگرایی داره، هم جنبه اسلامگرایی داره. پرسشی که اینجا پیش میاد اینه که در صحبت آقای سعدی احمد پیرن بود. بسیار خوب، ترکیه تا این دوره گفتی تا قبل از انتخابات دومین انتخابات، یعنی انتخابات ماه نوامبر، مجبور بوده به خاطر رقابت درون ترکیه با سایر احزاب ترک و به خاطر اینکه کردها از سد 10% عبور کرده بودند و آرای کمی که خود آک پارتی آورده بود، حزب عدالت و توسعه. بسیار خوب، این رو فرض رو درست میگیریم که شما گفتید کاملا درسته، حزب آقای اردوغان نیاز داشت. بعد از انتخابات نوامبر چی؟ در اون دوره حزب عدالت و توسعه اکثریت شاید بیشتر از انتظاری رو هم به دست آورد. بعد از اون چرا باید چنین سیاستی داشته باشه؟ عرض به خدمتتون که بعد اون ماجرا، یعنی در حقیقت احساس هیجانات ملی که حزب عدالت توسعه در ورای اون بود، ماجرا به نحوی پیش رفت که شدت ترور بالا اومد و در عین حال احزاب مخالفی که دولت رو متهم به ارتباط با داعش داشت و سعی کردند که این رو به عنوان یه اهرم فشار بر دولت اردوغان وارد بکنن، اردوغان به بهانه مبارزه با داعش در عین حال برای اینکه کردها رو هم در هم بشکنه، حملات شدید خودش رو بر علیه PKK هم شروع کرد. یعنی در واقع میشه گفت که با یک تیر خاص دو نشون بزنه، هم در واقع اون مسئله رو حل بکنه، داعش رو مسئله رو حل بکنه، هم کردها رو در حقیقت به انزوا بکشونه. منتها در عین حال کشته شدن بسیاری از ارتشیان و پلیس ها عاملی شد که احساسات ملی بیشتر بشه و در شرایط حاضر هم دولت از اون بهره برداری کافی میکنه.